به نام حضرت عشق. کتاب الهام فرشتگان، نویسنده خانم دایانا کوپر. پروردگارا، به خاطر وجود فرشتگانی که مجرای افاضه برکات و رحمتهای تو برای ما هستند حمد و سپاست میگوییم. تقدیم با عشق به همه فرشتگان الهی. چگونه دنیایتان را با فرشتگان دگرگون کنید؟ فصل 1. فرشتگان نگهبان. هر یک از شما فرشته نگهبانی دارید که وقتی به قالب جسم زمینی تجسم پیدا کرده اید برای همیشه به شما اختصاص خواهد یافت. فرشته نگهبان نیز مانند تمام فرشتگان موجوداتی مجرد از ماده و از جنس نور خالصند. فرشته نگهبان دیدگاه شما را نسبت به کمال الهی بالا می‌برد و همواره سیر رشد و رسیدن به کمال را به شما یادآوری می‌کند. او هماهنگی، هارمونی، حقیقت و وحدت و یکپارچگی با عالم را در گوشتان زمزمه می‌کند. اگر شما با کسی نزاع و مشاجره کنید، فرشته نگهبانتان با عشق تمام دست فرشته نگهبان مقابلتان را به نشانه دوستی می‌گیرد. اگر نتوانید مشکلی را حل کنید، او این دیدگاه را به شما می‌دهد تا بهترین نتیجه و راه حل را بیابید. هرچقدر هم که شما بدرفتاری کنید، او بی قید و شرط شما را دوست می‌دارد. فرشته نگهبان خیلی دوست دارد که به شما کمک کند، اما بر اساس قانون معنوی باید ابتدا شما از او درخواست کنید، وگرنه نمی‌توانند. بزرگترین خوشی و مسرت او این است که مسیر زندگی شما را راحت‌تر کند تا مثلا بتوانید بهترین هدایا را بخرید، با امنیت رانندگی کنید یا اینکه شما را به کسی معرفی می‌کند که می‌تواند کمکتان نماید. فرشتگان نگهبانانی هستند که در بعضی از دیدارها و قرار ملاقاتها تقارن زمانی را به وجود می‌آورند. اگر در سرنوشتتان رنج بردن محتوم نباشد یا زمان مرگ حتمیتان فرا نرسیده باشد، فرشته نگهبانتان قدم پیش می‌گذارد و شما را نجات می‌دهد. ماری دیوید کسی هست که همیشه از فرشته نگهبانش می‌خواهد تا از او مراقبت کند. وقتی او و همسرش در تعطیلات بودند، دندانش شکست. ساعت از 6 عصر هم گذشته بود، همه جا بسته بود و دندانش هم بدجوری درد می‌کرد. نمی‌دانست کجا برود و از که کمک بخواهد. ماری در اتومبیلش نشست و از فرشته نگهبانش درخواست کمک کرد. آن دو رفتند تا به دهکده بعدی رسیدند و در آنجا بیمارستان کوچکی را یافتند که ماری توانست آنجا دندان پزشک را ببیند. در مورد دیگری نیز ماری و همسرش داشتند با قطار از خانه باز می‌گشتند. مثل همیشه او از فرشتگان طلب حمایت و محافظت کرد. در حین سفر پنجره پشت سر آنها شکست و خرد شد. گویی آجری از زیر ریل در رفته بود، ولی آنها به طرز معجزه‌آسایی سالم ماندند و کوچکترین آسیبی ندیدند.
ماری نیز از فرشته نگهبانش تشکر کرد. دوست من دنیس نیز چندین بار تا به حال از مرگ جان سالم به در برده و همه را مرهون فرشته نگهبانش است. در یک مورد وقتی او داشت دوچرخه سواری می‌کرد، بدون آنکه متوجه شود جلوی یک ماشین پیچید. او واقعا احساس کرد که کسی نگهش داشته و به باریکی مویی از مرگ رهایی یافت. مورد دوم نیز زمانی رخ داد که باز هم در حال دوچرخه سواری بود. یک روز بارانی و زمین لغزنده بود. ناگهان از روی دوچرخه‌اش به وسط جاده‌ای پرتاب شد که یک کامیون داشت به او نزدیک می‌شد. او به ناچار روی زمین دراز کشید و داشت چرخ‌های کامیون را که به او نزدیک و نزدیکتر می‌شدند می‌نگریست. ناگاه کامیون در چند سانتیمتری او ایستاد. هنگامی که از راننده پرسیدند چطور شد که توقف کردی؟ او گفت من اصلا دنیس را ندیدم. فقط یک حس غیر قابل مقاومتی به سراغم آمد و مرا مجبور به توقف کرد. به جرئت می توانیم بگوییم که فرشته نگهبان دنیس تا مأموریت زمینیش را کامل نکند او را ترک نخواهد کرد. به معنای دقیق کلمه فرشته نگهبان شما نگاهدار و بیدار کننده آگاهی در دل و ضمیرتان هست و شما را وادار به انجام دادن کار درست می کند و افکار صحیح را از طریق شهود درون به شما القا می نماید. اگر از کسی عصبانی هستید و می‌خواهید سرش فریاد بکشید، فرشته نگهبان است که سعی می‌کند به شما بفهماند تا از زاویه و دیدگاه بالاتری به قضایا نگاه کنید. شرن میر اظهار داشت وقتی در تعطیلات به سر می‌برد، آپارتمانش را به دختری که برای شفا یافتن به کلاس‌های رشد معنوی او می‌آمد اجاره داده بود. وقتی بازگشت و مشاهده کرد که این دختر لباس‌های او را به تن کرده و اجازه داده که دوستانش در آنجا بمانند و خانه را کثیف و به هم ریخته تحویل او بدهند. بسیار عصبانی شد و خودش را آماده کرد که حسابی با آن دختر دعوا کند. اما صدای کاملا واضحی به شرن گفت که با او مهربان باشد. عصبانی نشو، از منظر بالاتری به امور نگاه کن و خوبی را در او ببین. بعدها شرن دریافت که اگر بر سر او داد زده بود، آن دختر دیگر به کلاس نمی آمد و در نتیجه رشد روحی و قابلیت شفادهی و درمان پیدا نمی کرد. بعدها شرن افراد زیادی را به کلاس‌های درمانگری او معرفی کرد که این کلاس‌ها به آنها کمک کرد تا راه خود را بیابند. بسیاری از افراد حساس اتصال به زمین برایشان مشکل است و نمی توانند به طور کامل در لحظه حال زندگی کنند. برخی از آنها اظهار داشتند که با کمک فرشتگان نگهبان توانستند راهی جهت اتصال به زمین پیدا کنند. در نمونه دیگری دبی من همواره احساس عدم اتصال به زمین می کرد. او قبل از اینکه به رخت خواب برود به فرشته نگهبانش گفت که انگار نسبت به نشانه ها و علائمی که در زندگیش هستند کور و کر است و اصلا متوجه آنها نمی شود و از فرشته‌اش خواست که کمکش کند تا او درس‌های زندگی را بتواند یاد بگیرد. دبی
در نامه اش به من نوشت وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار شدم بی اراده کار عجیبی انجام دادم که تا آن روز نکرده بودم. من کتاب نوری کوچک در قوانین معنوی را برداشتم و باز کردم. فصلی که باز شد دقیقاً پاسخ سؤال من بود. قانون مقاومت. از آن پس من این جمله را تکرار می کنم که من سالمم و سلامتم و به زمین متصلم. این عمل به راستی نتیجه می دهد. همواره حس می کنم که فرشتگان نورشان را بر سر من ریختند و احساس فوق‌العاده خوبی دارم. اگر فرشته نگهبان نتواند به طور مستقیم به انسانها کمک کند، کتابی در اختیارش می‌گذارد که پاسخ لازم در آن هست یا او را وادار می‌کند که رادیو یا تلویزیون را روشن کند و چیزی را که نیاز دارد بفهمد، دریابد، همیشه نشانه ها را دنبال کند. آنها از جانب فرشته نگهبان شما می آیند. شما چه مستقیم از خداوند طلب یاری کنید و چه با فرشته تان صحبت کنید، فرشته نگهبان واسطه میان شما و منبع الهی است که به امورتان رسیدگی می کند. حاله شما یک میدان الکترومغناطیسی است که شما را در بر گرفته و تحت تاثیر افکارتان هست. اگر خشم و نفرت از خودتان ساطع کنید، حاله‌تان پر از خنجرهای قرمز و سیاه می شود. اگر احساسات نگران کننده و بدی داشته باشید، برای فرشتگان خیلی سخت است که به شما کمک و یاری رسانند. اما اگر حالتان آرام و طلایی باشد، این کار برایشان راحت تر است. پس اگر می خواهید با فرشته نگهبان ارتباط برقرار کنید، در مرکزیت وجودتان باشید و قبل از صحبت با او رنگ طلایی که در اطرافتان ایجاد می شود را تنفس کنید. کارما یوگا. کارما یوگا به دعا یا خدمتی بی‌مزد و رایگان گفته می شود که افراد به منظور خیر برای دیگران انجام می دهند. کارما یوگا به آرامی در سکوت بنشینید و فرشته نگهبانتان را هدایت کنید تا به کمک مردم برود. سپس بخواهید که به خودتان هم نیز کمک کند. پایان فصل اول.